در گلمانده این صدای از قرون تاریخ، از قرون وسطا و تا به امروز صدای گلمانده، صدای یا بلکه گریه کودک تا به نوحی مادران و خواهران و مسافران تا به امروز رسیده و این یک نمونه است از آثار خلقی مردم بلخشان و یک ضرر است و کمیته معارف که تانسور بودیم یک دولتی هر ضرر را جمع کنیم و یک دریای یا بلکه یک آکیان را وجود داریم در تحقیق مسائل فرهنگی و تاریخی مردم بلخشان و بلوچستان و این در دوره کنسپت ملی جمهوری صورت گرفت به شکل کنسپت ما را به فهمش خودمان به هویت یعنی چیستی ما نبرد. در گیلمودک نمونه فولکلور و ادبیات زبان روشانی است. در گیلمودک یک ژانر ادبی موسیقی سنتی مردم بدخشان است که صد سالها باز بیانگر راز و نیاز و در ارمانی مردم است و معنای لغوی در گیلمودک یعنی در زبان فارسی تاجیکی دلگیر شدن مادر است در موردی که فرزندش در جدایی در غریبی است. همین ژانر ادبی موسیقی در این گیلمودک مورد حسرت و جدایی سراییده می شود با لحن غم انگیز از جانب زنان و در این کتاب بغیر از متن‌های ژانر در گیلمودک اینچنین متن‌های ژانرهای پایگساز لالای مودک و دیگر نمود فولکلور و ادبیات زبان روشن گرد آورده شدند. مقصد از آن عبارت است که امروز در برابر زبان تاجیکی در کشور ما زبان‌های بیخط زنده، زبان‌های یغنابی و پامیری مورد استفاده قرار گرفتند و هرچند در قانون زبان تاجیکی حمایت و انکشاف این زبان کفالت داده شده باشد هم متاسفانه از جانب صاحب زبانان و اشخاص مسئول و اداره‌های مأمور در این سمت کوشش جدی به خرج داده نشده است و امروز این زبان‌ها در مقابل خطر نابشناس قرار دارند. شما برای علمین ترتیب دادن این کتاب چقدر وقت و نیرو صرف کردید و اصلا همین اشعار و ابیات‌ها را از کجا جمع‌آوری کردید شما؟ مواد این کتاب‌ها را در طول 10-15 سال جمع‌آوری نموده ایم و اکثر این اشعار از زبان زنان و مردان چوانسال دیهات ناحیه روشان جمع‌آوری گردیده‌اند. تقریبا چند شعر و از چند شاعر اینجا استفاده شده است؟ فقط شعر است اینجا؟ نه، این کتاب از پیشگفتار و 4 بخش عبارت است. در بخش اول نمونه‌های فولکلور ژانرهای در گیلمودک لالای مودک استفاده شدند. در بخش دوم نمونه اشعار زیاده از 20 شاعر روشن زبان گرد آورده شده است. در بخش سوم نمونه‌های ضرب المثل و مقال‌ها اینچنین کلمه‌های ارخیستی را استفاده بردیم و در بخش چهارم حکایات هجوی اینترمدیاها و اینچنین چستان‌ها و تقویم زبان روشانی را گرد آورده ایم. یعنی که این کتاب تنها برای مردم روشان تهیه شده است و برای اون نفرایی که فقط همین زبان میدونن یا به دیگر زبانان ترجمه است؟ خیلی ما نیت داریم که همین کتاب اگر نصیب باشد هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی و انگلیسی ترجمه کنیم و دسترس خوانندگان گردانیم. خیلی گفتید این دلگیری مادر است، نه؟ همین برای چی مثلا مضمون و ماهیت همین شعرها چقدر شما گفتید همیشه حسرت و اندوه فرا می‌گیرد؟ چی دردی داشتن آنها؟ نه، اگر نام رمزی من در گیلمودک که باشد در این مجموعه این اشعار لیریکی نیز گرد آورده شدند و اگر این در گیلک عنوان رمزی است و چنان که می‌بینید در اینجا در امبلم روزن چهارخانه‌دار خانه سنتی پامیری و شمع فروزان گرد آورده شدند. اینها یک رمز است و تناسب نزدیک منطقه دارند و در آیین میرپرستی و زردشتی چهارخانه خانه سنتی پامیری این رمز 4 عنصر طبیعت است و در مذهب شیعه اسماعیلی باشد این رمز 4
زینه کمالات روحانی می باشد و خود شأن فروزان هم در دین اسلام هم در دین میرپرستی و زردشتی این رمز نور و روشنایی هستند.